بعضی از شخصیت ها، بعضی از دایره ها همیشه در فکر تفریق انداختن در جامعه هستند، جدا کردن جامعه، ملت به گروه ها، به قشر ها، به محل ها هستند، چون از این طریق برای آنها مدیریت کردن جامعه آسانتر می شود. بعضی از افراد دیگر خودشون آگاهانه یا ناآگاهانه میآیند در این مسیر با اون تفریق اندازان کمک میکنن. شاید برخی ها هدفی نداشته باشند، غرضی نداشته باشند، اما دیگر این را برای خود حالا لازم میدونن که بیان در این جبهه‌گیری ها شامل شوند. هیچگاه نشده است که یک نفر حتی در داخل گروه خودش، در داخل ساختاری که خودش تأسیس میدهد 100% با او هم فکر باشم. من هیچ رهبری را تا این روز پیدا نکردم. باید گفت که این حالا خوب است یا بد است نمیدونم، اصلا مخالفت در داخل یک ساختار